مقامات انتظامی 3 جوان را با اتهام آدمربایی در دوشنبه دستگیر کردند. وزارت امور داخلی گفت دانشجویان کالج‌های تکنولوژی و مهندسی 2 کودک 10 و 12 ساله ساکن کوچه باربد را ربوده و در عوض رهایی از والدان آنها $200,000 طلب کردند. حادثه روز 9 انور به وقوع پیوسته است. جوانی که صفی‌الله و لیما سید محمدی نابالغ را پیدا کرده و به والدانش رسانده است میگوید مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند هر 3 نفر اسکندرشاه کمالوی 19 ساله، حسن‌الدین دولتوف و اولوغبک نوروی 17 ساله را بعد از 3 ساعت این جنایت پیدا و دستگیر کردند. وزیر معارف تاجیکستان امر داده است تحصیل در مکتب و دانشگاه‌ها تا آخر ماه اپریل در روزهای استراحت هم صورت بگیرد. سر از همین ماه محصلان مکتب‌های همگانی و دانشگاه‌ها باید در بعضی از روزهای شنبه و یکشنبه هم به درس بروند. وزارت میگوید برای جبران تعطیل اضافی که در روزهای سردی ماه فوریه اعلان شد باید بچه‌ها بعضی از روزها درس خوانند تا از جدول تعلیم عقب نمانند. متخصصان میگویند تحصیل به استراحت میتواند کودکان را خسته و از مکتب دل سرد کند. یک جوان همجنسگرای تاجیک میگوید بعد از مصاحبه‌اش با رادیو آزادی افراد نامعلوم او را بی‌رحمانه لط و کوب کردند. جوانی 31 ساله که خود را کامل معرفی میکند گفت با او تهدید کردند که از این بعد روزش را سیاه خواهند کرد. یکی از همون آدمایی که با من حمله کردن که باش ما یاد گرفتیم اینترویو دادن، بعداً شد من داد زدم، چقدر جان داشتم داد زدم با آنها ترسیده گریختن. در تاجیکستان هم جنسگرایی جنایت نیست، ولی این اقلیت جنسی از ترس تبعیض و بی احترامی گرایش جنسیشان را آشکار نمی کنند. شهرداری دوشنبه اعلام کرد ساختمان اکواپارک بزرگ در مرکز شهر را پرستن اند بربری یک شرکت ایتالیایی انجام خواهد داد. دفتر مطبوعات حکومت دوشنبه گفت این شرکت همین ماه در آزمون حق تکمیل ساختمان اکواپارک را به دست آورد. بنیاد مرکز تفریح و شناوری در کنار رودخانه دوشنبه را 10 سال پیش شرکت ترکی امک انشاء آغاز کرد، ولی بعد از جنجال در مسئله سرمایه‌گذاری آن را ناتمام گذاشت و رفت. محمد سعید عبیداللهیف رئیس شهر دوشنبه در ملاقات با نماینده پرستن اند بربری اظهار باوری کرده است که ساختمان اکواپارک در مهلت‌های مشخص شده انجام می‌یابد. گزارش کامل در این باره با عکس و ویدیوهای بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.